این دوست عزیزم گولم گپ قوز خواز نه دیگه همیشم چراغ موشگه نیشم درخت چیزه مالته اینه گلدانی کشت که دی نقص کتاش دی سلام بینندگان عزیز، خدا کند جور باشین. آرزوی از موفقیت و جانجوری شمویه. در این برنامه خوش آمدین. یک چراغ قدیمی شمور نشو بدیم. خیلی جایا رو گشتم، از یک خانه پیدا کردم میره. این چراغ 40-50 سال پیشه. افغانستان این چراغ مشک مگه، ایران هم بوده. ای قدیم ایرانیا چراغ موشی مگه. این چراغ موشک خیلی خاک مسوزه. این بلدهشم روشن کنم. قدیم اینمی چراغ شو بوده، بسیار مراسم ها را امرایزی اجرا مکده. خاموش که برقه یک دیگر خمینگرنی ای نمیرکم. در خانه از این روشن مشده. پلتیزو چقم بلند میشه پلتیزی قد سیزو بلند میشه. قد سیزو فقط میشه. در بین از این تیل خاک مندزنه، یک پارچه نخیره در بین تیل یک سرشی، یک سرش از بین انزی لوله این تا دی سره. یعنی که آتش زد اینی قدر موسزه. سر از این مردم بدره داغنه بازو گاکی چیز نبود نه؟ قدیم تویا را قد ازی تیر میکرد. در مجیتا ازی بوده. چیزی گاز نبودم بدره مدره داغن کد بلده میلغه. تقریبا 40-50 سال پیش بود منجا. دیگه دور ازی که جمع شده یک خانه ری بس بود. حالی که مردم کور شده چی مایشی گو مردم سالم بود. نه تو ما بلند کنم تو یاد نه. دور ازی میشیشتن کسایی که خمک دوزی میکد خمک دوزی میکد. اگر گول نکدم کسایی که کتاب مطالعه میکد دور ازی کتاب مطالعه میکد. نه او که بخی دود میدی ایالی او قدر نه. تیلش کمه نه؟ تیلش باسه حالی است اون مقدر. مراسم های کلان کلان را امرای ازی اجرا میکدن. سلام بیننده عزیز، در کجا هستین؟ خوش باشین دیگه. اون روز که مو دلده کشته دی دیگه اینالی ایر پختک دی پختک دی میگه این بیگا دلده پختک دی. خب از مو باشین تا آخری برنامه رک چیر قمنده ای دلده کمه دوگی پختشته. سلام بیننده عزیز، وقت همگیشون بخیر باشه. وقت جای هستین دور صحتمند باشین دیگه. وقت خوش باشین. خوش آمدین در برنامه ازمو دیگه. برنامه امشب ازمو تا آخر برنامه ازمو باشین دیگه. نزدیک بود قاطی یک جای دلده نوشجان میکردی امشب دلده پخته کنی. دلده پختک دی هر کس دیل شی قدی روغو خورد دیل شی قدی ماس خورد دیل شی چیپس هم کده بازو زوزده دلده شوق ندار کدامش که خوش ندار چیپس بخور. پیازداغ در خانه بو بر شوکو اشت کمک شوکو. دریشم شوکو
نه که ما بود رندم کده بلی ماست قمیقش مزنده سی نه نیه نه اینجی بازار دوری دیگه جای بیننگا خالی این بگاه قد زمین نزدیک بود خیر اگه مادن اون بسه بلدش بختانی دلدت سخلی ببرین زمره جان او دیست برده اصل که صدیق بگاه دیست بگیرین دوستای عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستین جور صحتمند باشین، دیگر جانشون جور باشد. همچنین خانواده خوشحال زندگی کنین. امروز مو همده از کار بار زیله همده اینجا آبی مزیاد دلده پختک ده. امروز دلده کشته دل بسیار خوشنام شده. بیا تا آخر ویدیوشمون تماشا کنید چی رقم دلده یا نیه. خدا کنه خوب باشین دیگه. چرا هم شب داخته؟ چرا قدیمی روتین باش مسیح بودن. او یال گرد خود خورم را روشن گیلم نگاه مردم پیش از ششته ده نان مخورده کوک مختلف او دیگه چیز به زمانش مردم سالیم بده نه چی ماش جلو بده عالی برق تلویزیون تلفون کل نمکلک ده برق خوب شد تلفون داشته از یک لحاظ خوبه آسایش است از یک لحاظ ما این از اون ضعیف بده وای دو خوابه؟ ری موقع است ری چیپس هم کن؟ آره هدایت کتب ما چیپس میکنم چیپس موروم سن کار کنم نمور Ona aldım. Yine işte. باید باید دیگه بخیشون بسیار خوب شد. خیلی خوشمزه. خوب شدی ابو خواست؟ خوبه خوب شد. شما نمون کرد؟ ری دارونی موقع است باید بشین سیاه کنم خواهیم خوب خوشمزه پختش ده چقدر پختر گرم آقای؟ چقدر پختر میشه؟ او سر اول روشنی داختم از اختاوش جوش دادم من دگلی انداختم منی او جوش خورد شما نبدیم دیگه اون زمان که از پاس پختش ده این حاله ارده نوش جانی یه قدام پختر گرد یا خیلی نداره؟ نیماک درد یا نه نمو بره خوب خوشمزه هم داشت. باز یا مکتر رو باینجان پیاز پختنم فرق نمیده پیش ازشه خیلی خوب شم در نرم هم ده. خیلی خوب خوشمزه هم ده. چطور هدایت دلده؟ خوب شد. دیر پختم شد 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت قدر باشه بینه رو شور بدی من ساعت 12 اندختدم ساعت 12 چشت اندختم اینال بگو آورده خورده دیگه دیر پختم شنه؟ دلده خوب شور بدی نه تایش آتیش کنه را پختم شد دیگه. قدر آتیش کسی نه قد آتیش خوب شنه من خوب خوب شنه از دقیق خوب خوب شنه
تو رزیا مزم ده یا نه؟ والله خوب شمده زیو گدواش کده؟ یا هم گوشناشتم زلشته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا الحمد لله رب العالمين شكرا الحمد لله رب الصلوات اللهم صل على جمع کن دیگه خدای شکر خوب نان خوشمزه بود دیگه نوش جان شم دلده خوب خوشمزه هم خوشمزه هم خوبه سبوگم هم گرم اقتصادیه سبوگ هم گرم نه دلده خیلی سبوگم میده را زیاد نم نده میده خوبه خوش شکر مار ما چکن باسم نخوردیم بحثی اون خدر ماس هم نخنده زی وقتا شوام کتای ماس میگه خور قدر خوب شد از اوزدار ملغی زرم ماس بدیم خور خوب بره